برادر یک سوال کرده که سلام علیکم دامنو، زکاتم را در دادرم دیهم ماشین خرد درست است؟ خب قرضش ندیهم و زکات مالم را دیهم. اکنون برادر عزیز، زکات همون مقدار دادنش درست است که همون انسانی که زکات گیرنده هست او صاحب نصاب نگرده. مثلا اگر امروز نصاب زکات مثلا 80,000 تا 100,000 باشد، نصاب از دو چیز حساب کرده میشه، از نقره و طلا هست. اگر ما نقره را اگر حساب کنیم یعنی از 80,000 هم عروسی پایان میشود، اما اگر طلا را حساب کنیم زیادتر میشود. مثلا یک انسانی را اون قدر سوم دهی که او خودش صاحب نصاب شود، این را با فقها مکروه گفتن. البته برادرت اگر دارنده باشه یاردمش که بهتره، از دارندگی یاردمش که ماشین گیره. زکات یک انسانیتی که وای برادری بای نداره، یک انسان محتاج، یک انسانی که یعنی کم بغل در یک حالت مشقت و دشواری افتاده است، زکات برای او دهی بهتره. نباشه زکات در برادر درست میشه، با شرط الهیده جدا باشه. زکات در اپا و خواهر، اکا و دادر، عمکی و تقایی، عمه و خاله در جانب ها دادن درسته. فقط در پدر و مادر نمیتوانید، در مامه و یعنی بابا بالا دادن نمیتونید، در پایان در فرزند، در نبیره و اینها دادن نمیتونید. در جانب ها درسته، در برادر خواهر اینها به شرط جدا باشن، یک جای زندگی نکنید، در اینها زکات دادن درست است. اما چی خوب میشه که شما برادرتون یاردم کنید. زکات یک انسان دیگه که با محتاج تر است.